بزن بریم. اول باید بریم یه جا واسه ساخت خونه انتخاب کنیم و یکم وسیله جمع کنیم. تو منطقه اسپان که نمیشه چوب کند. باید بریم یه جزیره واسه کندن چوب پیدا کنیم. پینگم خیلی زیاده. خب بزن بریم. چرا؟ بریم تا برسیم یه جزیره. الانم که سرور خلوته. اینقدر که ویدیو ضبط نکردم یادم رفته چجوری باید ویدیو ضبط کرد. تا کجا باید شنا کنیم تا برسیم به یه جزیره؟ راستی توی اسپان هم میشه یه شاپ ساخت. امیدوارم که بتونی شاپ بسازی. طبق چیزا که من شنیدم اینطوری. بالا ببینیم واقعا اینطوریه میشه توی اسپان شاپ ساخت. بعد تقریبا 10 ماه بالاخره میرسیم ویدیو بلند بگیریم و قراره که دوباره تفاعلاتی اون رو شروع کنیم. سوی جزیره اینجاست. ببینیم همین گفت باید 4 تا بلاک رو بگه. آره 4 تا بلاک فقط رو. خب بزن بریم جلوتر. هر وقت اینجوری بلاک ها تو آب یهو میاد بالا امیدوار میشم که جزیره پیدا کردیم. اوی اصلا به پجاب لانچر رو عادت ندارم. اوی سیمان برای همه این چیزا اسمشون میدونم دیگه یاد اسم هست. آره این بار همش فکرم فقط 2-3 تا پلیر ها اومدن روش اسم گذاشتن. این جزیره بالاخره. بزن بگیم اولین قدم ماینکرافت رو انجام بدیم. خوشبختانه تو سرور کلیم هم هست که کسی نداده اون دزدی کنه. سایت بیر یک کرافتینگ تیبل، چند تا استیک. حالا بریم یه پیکاکس چوبی میسازیم. حالا بریم سنگ جمع کنیم. بیاییم یه تبر اون پیکاکس نه بابا با 6 تا جمع میکردیم. اگر تو بدراک 5 تا جمع کردم واسه شمشیر و پیکاکس عادت کردم. حالا شد. دیده قرار ویدیو بدوارزم بدارم تو که شد ویدیو گفتم قرار ویدیو بدوارزم تو راهه. حالا بریم دنبال یه غار واسه ماین. یکم گوشت و پشم واسه
تخت و یکم غذا بریم. خوری خیلی لگم پیگن که خوبه بکنم FPS هم که مشکل دیگه. خیلی گوسفند وای که خوش رنگ سفیدش همه نوع رنگیش هست. دقت کنی وقتی تو مایکروفت یه چیزی رو میخوایم به زور به دستش میاریم، وقتی به دستش آوریم دیگه ازش پر میشه، مثل یک گوسفند که واسه تخت میخوایم. بریم سمت اون بر دوباره که بتونیم یه ویلیج هم پیدا کنیم. خب هرچی سریعتر بریم بالا. یک دوتا گوسفند دیگه داشته باشیم میتونیم تخت بسازیم. بریم جای غاره بریم. نه توش حواسمون باشه که نمیریم. برو دیگه رفتیم. بریم بارم اینجا یه غار کامل که نیست. یکم گوش جمع کنیم. چون میریم فقط در روز زمین صاف هم نیست. یه زمین صاف بود میتونستیم کلی گوش جمع کنیم و شانس پیدا کنیم ویلیج هم بود. هرچی داریم میگردیم کردیم ببینیم شاید این مقلا ویلیج باشه. چند تاشو میکنیم یکیشو میکنیم کنیم بچرخیم دور این طرف ها. اوه چقدر اینجا درخت هست. فکر کنم تو این پارت نتونیم یه جایی برسیم. شبام کم کم داره شب میشه دوباره. بریم یه خورم نتونستیم آخرش پیدا کنیم. دوتا گوز خطرشون اسکلتون داره تیر میدازه. اگر اون اسکلتون بدراد بود الان من 100% کشته بود. هر کی اینو اینجا گذاشته دمش گرم. خب 3 تا پشمک داریم سریع تختو بسازیم. خب چرا اینو گذاشتم؟ قشنگ اینجاست دهن منو سرویس کرده. خب خدا رو شکر بکنی بری دهن هر کی که اینو اینجا گذاشته دیگه
چرا به صورت مثلا طبیعی اسم بشه. چرا هرچی میریم نه به یه ویلیج نه به یه غاری هیچی نمیرسیم. یکم آینه جمع کنیم. یا داریم به آب میرسیم یا به درخت های زیاد. یه قایق بسازیم همین رو مستقیم بریم. این تا کجا میرسیم؟ بریم. خیلی خوب هرچی سریعتر بریم. دارم میتونیم به یه جای خوب واسه ساخت خونه برسیم. چه سریعتر تلاش رو بکنیم برسیم بهش. خانم ماده وایس چت هم ریختم بتونیم با بقیه حرف بزنیم. این چیه؟ دوباره که چیزایی اون توش چیزی خوبی هست. این به درد میخوره. این تبرم از احتیاط هیچی توش نیست. الان میبینی دوتا هست یکی من تو از اینا پیدا یکی دوتا هست. دوباره مندینگ داره یکی به درد میخوره. بریم تو اولین باری که از اینا پیدا کردم. اوی نصف تایم ویدیو رفت. خودمون هنوز نتونستیم کاری بکنیم. یه جای صاف هم نمیتونیم پیدا کنیم. زینه؟ نه اینو ریکم اینجا بوده. بالاخره یه جای صاف. اینجا خوبه واسه ساخت خونه. حالا اول بریم یکم چوب جمع کنیم واسه ساخت خونه. چه سریعتر یکم چوب واسه ساخت خونه جمع کنیم. فکر نکنم تو این ویدیو بتونیم بریم یکم آهن جمع کنیم. حالا شاید من تو آف ریکورد یا توی پارت بعدی بریم. خب بریم. امیدوارم اینجا خونه کسی نیومده باشه خونه ساخته باشه. چقدر اینجا هست پس اگر میخواستیم از پیدا کنیم چی هست نبود. اوی لعنت به این جا نمیشه. یه غار هست اینجا ببینم. نه توفتوش بغل سوال میسازم که بتونیم چند تا
کارم بکنید. چقدر گوسفند حالا اینجا زیاد شد. توفت این زندگی. خب حالا یه جا واسه ساخت خونه حد نظرمون باشه. یه بیل طلایی هم لازم داریم باشه کلیم کردن. الان دیگه طلا نداریم. الان تلاش کنیم پیدا کنیم. شاید بشه. وایسا اسلش کیت اینم هنوز داره. سیزن 4 یادم بود. نه نداره. سشته کلیم داره. آره داره. شمیدم بیل طلایی بهمون میده. سشته کلیم وای دیوس. این چجوریه؟ من هنوز با سیستم کلیم آشنا نشدم. باید الان پرانتز باز باشه. ایوس نمیدونم ولش کنم رو فعلا. ببینیم بیل پیدا میکنیم. خب واسه یه جای صاف و تر و تمیز بسازیم. ایسا میخوام شبیه خونه توی سروایول بسازم. اینجا خوبه. خب جوراب همش تبدیل پلنگ میکنیم و بریم آره ساخت. همون 1 4 1 2 3 4 2 1. یکی زیاد زدم. فکرم اشتباه ساختم. ببینم 1 2 3 4 1 2 3 4 اینجا 5 اشتباهی. بکنیم هرچه سریعتر. یک دو. حالا ارتفاع خونه هم اینجا یه بلاکه. 2 3 4 و 5 تا خوبه. خب هرچی سریعتر اینجا رو بسازیم. بعدن که پیشرفت کردیم یه خونه خیلی خفن میسازیم. واسه ابتدای خونه نقلی بسازیم. اینجا رو بکنیم. فشار دادن رو صفحه. آره میشه فقط یکم سخته. چیزی اسپانمون حواسمون ست نکردیم. ایسا دیگه مشکلی نداریم. بریم.
کاش داریم از سوی ارتفاع خودمون میندازی میمیریم. بریم. خب اینجا بخوابیم. تکیم گوشت زنبیو بخوریم. اسمون شدیم. و خوبی جاوا اینه که سریع HP تو پر میکنه. خب حالا چوب تبدیل اینا میکنیم. اسمش یادم اسمش چیه؟ اسلپ. گوشت رو بذاریم. بزن. یه بیل سنگی یکم سنگ بکنیم. تبدیل لازم بیشتر نداریم. اون بغل فکر کنم زغال هم بود. میریم ترش میاریم. خب درشم سمت این ور باشه. چه سریعتر اینجا رو بسازیم که تایم ویدیو هم داره خیلی زیاد میشه. چرا همشو کندم؟ بش کن. چرا لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حالا اینطوری تون میذاریم. حالا چقدر اضافه اومد بیکنیم بعدش. حالا اینا رو بیکنیم. حالا بریم یکم دیگه چوب جمع کنیم روی سقف. خوبی که اینجا جنگل هم بغلمون داریم. عالیه. خب چه سریع در این چوبا رو بکنیم. خب اون بیله کو نباشش. از این قرار دیگه فعالیتمون رو بیشتر کنیم و ویدیوهای خیلی خوبی و متنوعی بسازیم. قرارش همش رو یه سبک ادامه بدیم. با چوبا رو بهم نمیداد. پینگم چقدر داره خوبه که الان فکر کنم اومد پایین. خوب عالیه. اینقدر چوب داریم زیادم هست. بریم ادامه ساخت خونه. احساس کنم یکم کوچیکه حالا مهم نیست. همین که یه خونه داریم خودش خوبه. خب همش هم تبدیل اسلپ میکنیم.
خب اینجا رو هم شروع کنیم به ساختن از بالا. خب سایتن خونه لعنتی رو هم تمام کنیم. خیلی زیاد اسلب ساختمان مهم نیست، بعدا هم شاید به کار بیاد. چوب اضاف داریم؟ آره، واسه استیک. آره تورچ. اون تپه کو که توش پر آب بود، سوال یادم بالاش بود. بریم مثل مختصات اینجا رو هم داشته باشیم. عالی. حالا عکس گرفت، ماشاءالله. خب از این طرف بریج میزنیم بریم این بر از جمع کردن زباله. یه آیرنی هم این طرف بود خوب میشد. خب هرچه سریعتر یکم زغال جمع کنیم. خب اینقدر کافیه بریم. خب اینم از ترجمون 20 هم کافیه. خوبه شروع کنیم به گذاشتن شیر. خب این طرف واقعا چست و اینا بذارم واسه همین ترش نمیدونم. همین قسمت خوبه، عالیه، روشن میکنیم چون که تخته. خب حالا بریم اینا رو بکنیم. خب حالا بریم دو تخت هم اینجا میکنیم. رسپانمون اینجا ست میکنیم. کرافین تیبل هم اینجا میکاریم. عالیه. حالا بریم چوب پیدا کنیم واسه چست و در. این گوسفندا رو هم میکشیم واسه سومین تخت. دوتا داریم، این هم یکی دیگه. این چوبا رو بکنیم هرچی سریعتر. این چرا هرچی سریعتر افتاده تو دهنم؟ تیک کلام هم شده. این دوتا ترش هم این بالای در میذاریم. این 4 تا رو میذاریم اینجا. این از این. یه 5 تا چست هم میسازیم.
این قسمت چستا کلی میشه مثل این که آره همین تلاش دیگه بکنم نمیشه. مثلا الان من اینو بزنم ولش کن این نیست. نگو تختم رو ببینم. نه خدا شکر اینجاست. این قسمت این شده کلیم من حالا تلاش میکنم کلیمم بزرگتر کنم. بعد برم یه بیل طلایی پیدا کنم. این تختم بسازیم و یه مزی حالا بخوابیم. سویلمون رو همه رو این تو این چیز خالی کنیم ولی بعدن تر مرتب